صبح بخیر دوستان عزیز. روز دوم خرابشوی است و سحر رو ما با ورزش یعنی پیاده روی آغاز میکنیم و روز یکم رو 30 دقیقه و روز دوم 35 یعنی 5 دقیقه که هر روز لغو میکنیم تا 1 ساعت. یعنی کوشش میکنیم که در یک روز 1 ساعت پیاده روی کنیم. خیلی از همه بهترین فایده پیاده روی است و هم آسان هست و من ساعتی 5 بر اومدم و باید ما 7 کس میبودیم، یگان کس نآمد. من تنها خودم رفته ایستادم. از 7 نفری که شب گفتن که ما هم میرویم پیاده میرویم ورزش میکنیم یگان کس نآمد. من یک خودی من هستم و خیلی تنم خیلی است که بسیاری سخنها رو ما در زبان گفتن آسان است ولی عمل کردن دشوار است. خوب صبحانه رو من دیروز گذاشتم، امروز هم تقریبا صبحانه من هم خیلی می شود. باز از طبیب بابک جمولیون هست، باز برای شما ادامه میتیم میمونم توصیه ها رو. یعنی این رو من از پیش خودم نکرده ایستادم و دوستانی عزیز میخوام بگم که کانال ما رو دستگیری کنید، چون که بسیار وقت میگن که بلوگرها این خیلی بلوگرها بسیار تنقید میکنن ولی از طرف دیگر بلوگ های خوب رو مگر دستگیری میکنن. بلوگ های خوب رو ببینید چقدر تماشابین و ابونچی دارن و غیر اخلاقی رو ببینید. برای همین دوستانی عزیز از همه شما خواهش میکنم که ما رو دستگیری کنید. طول 1 ماه من میخوام همه اون دستورهایی که توصیه‌هایی که طبیب دادن همش رو اجرا کنم و در طول 1 ماه نتیجهش رو هم خودی من برای من هم مهم است، هم شما هم میبینیم که در حقیقت اگر توصیه‌های همین طبیب رو اجرا کنیم در حقیقت وزن ما پایان میره و سلامتی ما خوب میشود. خودی من هم این کار رو بار اول کرده ایستادم. برای همین شما هم بیاید بپیوندید با ما، یک تجربه میکنیم که در حقیقت همین کار میشدنی هست و برای خود من هم بسیار مهم است. شوق‌آورم هست که ببینم که طول 1 ماه همین رژیم غذایی و ورزش چی نتیجه میده. تلاش کنیم و باقی خداوند نگهبان ما و شما تا فردا دوستان، تا دستورهای نو با ما باشید. تا دیدار دوستان.